الو سلام، وقتتون بخیر. خوب هستین؟ سلام علیکم. بهتون تبریک میگم. شما به خاطر خرید از مجموعه ما برنده یک دستگاه 207 شدین. آرمین خریدشون کی بوده؟ بله، واسه خرید امروز. چند تابلو شما. به آرمین سلام برسو. بله، سلامت باشین. باور نکردین. نه کلا میگم. خب پس همکارم واسه تحویل خودرو خدمتتون میره. بیایه فقط زید بیایه. بله چشم. خدا نگهدار. زید بیایه. خداحافظ. مهمون دعوت کردی؟ نه بابا آرمینه. آرمینو دعوت کردی؟ نه آرمین بیدار سرویس رو مگذاشت جریانی بی. برو میزو بچین مصطفی، دیر شد. خودش هرچی بیا دعوت کرده. حالا ما یک نفر میخوایم بگیم آرمینه. چیز زن اسمو گرفته. سلام آقای آزان، یوک شما برنده جایزه 207 شدید. ما برای تحویل خدمت شما اومدیم که بریم پایین و تحویل شما بدیم. اوه حیوان بهتون حق میدم که باور نکنید. بفهمین بریم پایین 207 تا خدمت شما تحویل بدیم. دست شما در نکنه. نمیخوام یعنی چی نمیخوام؟ دیگه مگه مال مو نیست. نمیخوام اصلا. طرف مو بتش به خیریه. واقعا بدیم به خیریه؟ بله بته به خیریه. مصطفی باشه مصطفی، بله چی میگه این رفیقه؟ کیست؟ تو 207 برنده شدی، به من هیچ نگفتی؟ آرمین چی ول نمینی برار خر نرفتم. خر چی واقعا برنده شدی میفهمی؟ معلوم میشه. چیش میگی؟ همونجا که اصلا زنگ میزنیم و فهمیم کار خاطه. گاوی تلویزیون داره نشونت میده. خب نگاه کن حرف بزن. صحبت‌های این خیر خوششانس رو بشنویم و برگردیم. جایزه رو طرف مصطفی به خیریه. تو 207 برنده شدی، بخشیدی خیریه؟ نه اینقدر نیکوکار بودی من خبر نداشتم. آرمین وقت بارا جلال سوپرمارکت ها بگو این رفیقم مثلا حالش خوش نبیاد یک چیزی گفته شوخی کرده بگو. بابا میگم دادم به خیریه رفته. چی میگی؟ یعنی چه بدیه این بارو بگو اصلا این قرصیست نمیفهمه چیش میگه.